سلام به همگی. یکی از دغدغه‌های همه کسایی که میخوان مهاجرت کنن به یک کشور دیگه اینه که آقا من وقتی رسیدم اونجا اصلا شب اول کجا قراره بخوابم؟ چجوری میتونم یه سرپناهی از قبل از اینکه برسم به اون کشور واسه خودم پیدا کنم که وقتی رسیدم دیگه خیالم راحت باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون چند تا روش بگم که یک، قبل از اینکه اصلا پروازتون رو انجام بدین چطوری میتونین یه محل اسکان موقت پیدا کنین، و دو، یعنی تو نیمه دوم ویدیو بهتون بگم وقتی رسیدین با چه روشایی میتونین حالا یک محل اسکان برای حالا چه مدت موقت چه مدت طولانی تر پیدا کنید. بریم جلو، تک تک این روش‌ها رو بهتون بگم. خب اول روشایی رو بررسی کنیم که قبل از پروازتون، یعنی قبل از اون تاریخ مهاجرتتون باید انجام بدین تا یه محل اسکان موقت قبل از رسیدنتون واسه خودتون سکیور کنید. بهترین و ایدئال ترین روش اینه که شما توی اون شهر یا کشوری که دارین میرین یه دوستی، رفیقی، چیزی داشته باشین که باهاش از قبل قشنگ هماهنگ کنید، خیلی فلکسیبل بگین ببین فلانی من فلان تاریخ میام، یه 3-4 روز پیشتون میمونم، طی اون مدت دنبال یه محل اسکان دیگه میگردم و بعدش از پیشتون میرم. ولی این اتفاق واسه همه نمیفته، یعنی همه الزاما یه دوست و آشنایی توی اون شهر مقصدشون ندارن. بنابراین باید گزینه‌های دیگر رو در نظر بگیرید. گزینه بعدی که میاد جلو اینه که اگر دانشجو باشین احتمال داره که دانشگاهتون خوابگاه داشته باشه. پس توصیه من اینه اگر دانشجو هستین به محض اینکه نامه پذیرش رو گرفتین، اگر میدونید که دانشگاهتون خوابگاه داره یا ممکنه خود دانشگاه مستقیما یه خوابگاه رو مالکش نباشه اما قرارداد با یه سری مجموعه داشته باشه که دانشجوهاش بتونن اونجا ساکن شن، خیلی سریع برین تو ویتینگ لیست این مجموعه ها و این خوابگاه ها، به خاطر اینکه اینا بای دیفالت همشون پرن، یعنی انقدر متقاضی از دانشگاه واسهشون هست که این خوابگاه ها همیشه پرن و شما یه بازه 2-3 ماهه باید احتمالاً توی اون ویتینگ لیستش وایستین. بنابراین نامه پذیرشتون رو گرفتین، سریع برین توی این لیست انتظار اینا اسمتون رو ثبت نام کنید که وقتی میرسین دیگه خوابگاه حاضر باشه. این هم یه آپشن خیلی خوب واسه دانشجوهاست، چه متأهل باشن چه مجرد. گزینه دیگه‌ای که دارین قبل از اینکه اصلا مهاجرتتون رو انجام بدین اینه که بیاین توی اون شهر مربوطه توی گروه‌های تلگرامیش بگردین ببینید گروه خانه‌یابی ایرانی‌ها تو اون شهر هست یا نه. حالا مثلا اینجا توی شهر ما مونترال کانادا یه گروه خانه‌یابی خیلی خوب هست، حالا من لینکش رو توی تلگرام میذارم که بتونید استفاده کنید اگه تشریف میارین مونترال، که خیلی راحت و منظم همه افراد، همه ایرانی‌ها، کسایی که بخوان خونه‌شون رو کرایه موقت بدن یا اصلا کرایه‌اش رو کلا منتقل کنن، اجاره‌اش رو منتقل کنن به نفر بعدی، میان اونجا آگهی میذارن، هم متقاضی‌ها هم کسایی که میخوان خونه‌شون رو ارائه بدن اونجا هستن و خیلی تر و تمیز میشه این کارو کرد. اما ممکنه که توی اون شهری که شما میرین، حالا مثلا مونترال خب شهر دانشجویی بزرگیه و این گروهش خیلی فعاله، ممکنه تو اون شهری که شما میرین همچین گروهی نباشه. مثلا نمیدونم مثال میزنم، مثلا میگم شاید تو ادمونتون، مثلا ادمونتون کانادا همچین گروهی نباشه. شما میتونید برید توی گروه‌های دیگه‌ای که تو اون شهر هست، مثلا گروه چه میدونم دانشجویان دانشگاه فلان توی اون شهر، یا مثلا گروه نیازمندی‌های فلان توی اون شهر تو تلگرام، و خیلی از ایرانیایی که اونجا هستن این آگهی‌هاشون رو توی اون کانالا میذارن، توی اون گروه‌ها میذارن. شما برید همونجا باهاشون صحبت کنید و اگه شد یک کیس خوب پیدا کنید. حالا اونجا دنبال چه واژه‌ای، چه کلید واژه‌ای باید واسه این اجاره موقت باشین؟ اونجا واژه‌ای مثلا سابلت، سابلیز، اجاره کوتاه مدت، اجاره موقت، این جور چیزا رو توی آگهی‌ها نگاه کنید، میتونید با صاحب اون خونه صحبت کنید، حالا صاحبش که یعنی در واقع مستاجر موقت اونجا صحبت کنید و برای بازه‌ای که خودتون دارین سفر میکنین باهاش به توافق برسین که خونش رو کرایه کنید. معمولا اینجوریه که ایرانی‌ها توی اون فصل اجاره خیلی‌هاشون سفر میکنن ایران یا میرن جاهای دیگه و خونه‌شون واسه اینکه خالی نباشه میان به صورت موقت اجاره میدن به یه ایرانی دیگه، حالا معمولا سعی میکنن به ایرانی‌ها اجاره بدن تا به نسبت خارجی‌ها، که اون مدت بیاد ازشون اجاره کنه و اون میشه مستاجر موقتش و بعدش اون فرد میره دنبال یه خونه دائمی میگرده. خب حالا اومدیم تو این گروه هم رفتیم گشتیم، اصلا به بازه زمانی که ما میخوایم مهاجرت کنیم بیایم اینجا هیچ قرارداد سابلت یا به قول معروف اجاره کوتاه مدتی پیدا نکردیم از ایرانیا. حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ خب یه آپشنی که دارین، یعنی دیگه آپشن تقریبا نهایی میشه گفت، اینه که برین سراغ سایتایی مثل Airbnb و یه دونه خونه موقت بگیرین. چرا Airbnb رو اول گفتم و نگفتم برین سراغ هتل ها؟ بخاطر اینکه Airbnb معمولاً از هتل ها ارزونتر در میاد و حالا تاریخاش فلکسیبل تر هستش، یعنی تعداد و گسترش هم بیشتره، یعنی توی شهر همه جا میتونید یه خونه ای توی این سایت Airbnb پیدا کنید برای کرایه کردن. بنابراین میتونید برید توی سایت Airbnb بگردید ببینید قیمت‌ها چجوریه تو هر بازه‌ای و اون میزانی که میخواین، مثلا یه هفته میخواین، 3 روز میخواین، 4 روز میخواین،
کرایه کنین. اما مشکلش اینه که این سایت قطعاً کردیت کارت میخواد و حالا یا یه دوستی چیزی اگه خارج کشور داشته باشین میتونه براتون اون کردیت کارتش رو بذاره، شما بعداً باهاش حساب کنید. نمیدونم شرکت‌های واسط هستن که میان همچین کاری میکنن یا نه برای سایت Airbnb، ولی خب ممکنه باشه. اما اگر از سایت Airbnb هم نخواستیم استفاده کنیم، میتونیم دیگه بریم سراغ سایتایی مثل بوکینگ که دیگه عملاً هتل رزرو میکنن واسمون. حالا اون هتلایی هم که توی این سایت بوکینگ هستن خودشون دو دستن، بعضیاشون میتونید بدون کردیت کارت رزرو بکنید، بعضیاشون نمیتونید، حتما میخواد که کردیت کارتتون باشه، یه مینیمم ولیو رو روی کردیتتون بلاک کنه و دیگه بستگی به اون داره، به اون هتل داره دیگه. ولی در کل اکثر هتل ها اگر بشه رزروشون کرد بدون که هزینه از پیش بدین، وقتی رسیدین میتونید نقدی پول رو بهشون بدین. پس اینا کارایی شد که قبل از پروازتون، قبل از مهاجرتتون میتونید باهاش یه سرپناهی رو برای چند روز به صورت موقت اینور واسه خودتون سکیور کنید، مطمئن بشید که دیگه دارینش و با خیال راحت بیاین. بخاطر اینکه اگر خیالتون راحت نباشه واقعا اون روزهای اول خیلی پر استرس و سخت میگذره، اما اگه یه جایی داشته باشین حداقل اون اولش که رسیدین دیگه خیالتون راحته که اوکی من پولشو دادم، یه هفته، 2 هفته، یه ماه، حتی تا 3 ماه هم مثلا بچه‌ها اجاره موقت میگیرن. اینجا هستم تا بگردم دنبال محل اسکان دائمیم بگردم، در واقع یه محل اسکان دائمی پیدا کنم. حالا بریم سراغ روشایی که آقا وقتی رسیدین اینجا چجوری میتونید دنبال محل اسکان دائمی بگردید. پس فرض میکنیم با یکی از این روشایی که گفتم شما یه جای موقت پیدا کردید. خب حالا که رسیدین به اون کشور و شهر مقصد، مثلا اومدین مونترال کانادا، حالا باید چیکار کنید؟ حالا پیشنهاد اول من دوباره همون گروه خانه‌یابی ایرانیا توی اون شهر مقصده. چرا؟ به چند دلیل. یکی این که ایرانیا کلاً جای بد نمیرن. یعنی چی؟ یعنی محله های معقولی میرن، خونه های معقولی رو انتخاب میکنن، مثلا کرکسیف نیست، داغون نیست، حشره جونوری چیزی نداره. سعی میکنن با قیمت خیلی پایین بیشترین بهره وری رو داشته باشن. بنابراین اگر برید سمت خونه هایی که ایرانی‌ها انتخاب کردن، در کل خیلی پشیمون نمیشید. حالا سایر ملیت‌ها هستن یه ذره یه جور دیگه زندگی میکنن، ما کاری به اونو نداریم، ولی کلا تجربه من میگه که محله ها و خونه ها و اون سبک زندگی ایرانی‌ها حداقل توی این مونترال که من دیدم دیگه، بازار اجاره‌اش و اینا رو، چیز خوب و قابل قبولیه و همون بهتر که ما بریم ببینیم ایرانی‌ها کجا، ما هم بریم همون سمت اون. خب حالا واسه اجاره دائمی ما باید دیگه دنبال یه واژه‌ای مثلا مثل لیز ترانسفر یا انتقال اجاره یا یه همچین چیزی باشیم. لیز ترانسفر یعنی این که یه نفر یه خونه‌ای رو کرایه کرده بوده اینجا، حالا میخواد به هر دلیلی پاشه از اونجا بره، یا یه جای دیگر رو پیدا کرده یا خونه خریده میخواد از اونجا بره. حالا شما میخواین این قرارداد اجاره‌ای که اون آدم با صاحبخونه داشته رو شما از اون آدم بگیرید و شما بشید مالکش و از این به بعد شما اجاره بدین. ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که شما با همون نرخ پایینی که اون طرف قبلا اجاره کرده بوده میتونید اون قرارداد اجاره رو بگیرید. وگرنه خب در حالت عادی میتونید برید بگردید خونه هایی که به قول معروف یه لیز جدید هستن، یه قرارداد اجاره جدید هستن رو پیدا کنید. ولی خب نکته اینه که چون صاحبخونه ها هر سال یه مقداری میکشن رو قیمت ها، اگه برین لیز جدید بگیرین ممکنه یه قیمت بالایی باهاش روبرو بشین. اما اگه لیز قدیمی یا در واقع لیز ترانسفر، انتقال اجاره رو در واقع برید سراغش، با قیمت‌های مثلا 5 سال پیش روبرو میشین که یه ذره فقط زیاد شدن. بنابراین اولین گزینه اینه که تو همین گروه تلگرام ایرانیا دنبال لیز ترانسفر یه خونه خوب تو محله‌ای که می‌خواید باشین. حالا ممکنه توی اون گروهه ما پیدا نکنیم لیز ترانسفر خوب، یا بعضی وقتا انقدر رقابت شدیده، مخصوصا تو فصلی که دانشجوها دارن میان، مثل آگوست و سپتامبر یا مثلا شروع ترم زمستون و تابستون، چون که خیلی دانشجو میاد اصلا یه رقابت شدیدی سر خونه میشه. ممکنه ما تو این گروه ها دیگه اصلا شانسمون نرسه که یه خونه خوب پیدا کنیم. کجا دیگه میتونیم دنبال خونه بگردیم؟ توی کانادا یک اپی هست، این مثل دیوار خودمونه، اسمش هست کیجیجی اینطوری می‌نویسنش، و میتونید توی این دنبال آگهی خونه، آگهی همه چی توش داره ولی خب واسه خونه ما حالا بیشتر استفاده کردیم تو حالا، میتونید توی اون دنبال خونه های اجاری بگردید دیگه. از همه ملیت ها هستن دیگه، یعنی هم شرکت ها آگهی میذارن، هم افرادی که مالک شخصی خونه هستن آگهیشون اونجا میذارن. از یه طرف یه اپ دیگه هم هست، حالا همون فیسبوکه ولی فیسبوک مارکت، که فکر کنم تو ایران فعال نیستش. وقتی بیاید کانادا فکر کنم بعد 1-2 هفته دسترسیتون بهش باز بشه، یعنی تا قبل از اون هیچی بهتون نشون نمیده، فکر کنم به خاطر آی پی و اینجور چیزا باشه. وقتی اومدین بعد 1-2 هفته براتون باز میشه و میتونید اونجا دنبال خونه ها بگردین، قشنگ فیلتر داره با قیمت و اینا و خیلی آگهی های خوبی پیدا میشه.
در کل اپلیکیشن های سرچ واسه خونه اجاره ای زیاده اینجا، یعنی 1000 تا هستش واسه که بازار اجاره اینجا داغه. ولی این دوتا از همه کاراتره. به جای اینکه 600 تا اپ مختلف نصب کنید، همین دوتا کیجیجی و فیسبوک مارکت پلیس رو داشته باشین، رو همین دوتا سرچ کنین، معمولا خونه های خیلی خوبی میتونید پیدا کنید. اما نکته‌ای که هست اینه که چون که همه ملیت ها، همه آدما روی این اپ هستن، آگهی های کلاهبرداری هم متاسفانه توش زیاده. در نتیجه حواستون جمع باشه، اصلا برای این قضیه اجاره فرض رو بر اعتماد و حالا صداقت و اینجور چیزا دائم نذارید. تا وقتی با خود طرف صحبت نکردین، مطمئن نشدین که یک کاراکتر واقعی خونه رو نرفتین و ندیدین، به هیچ کس هیچ پولی ندین، هیچ چیزی ترانسفر نکنید و حالا دیگه جوانب احتیاط رو کامل بررسی کنید. توی یه ویدیوی دیگه حالا در مورد نحوه اجاره و اون ریزکاریاش براتون صحبت میکنم. یه روش دیگه‌ای که هستش اینه که برید تو سایت خود شرکتایی که مالک این خونه ها و مجتمع های اجاره‌ای هستن. مثلا اینجا توی مونترال حالا من میدونم یه شرکتایی هست مثلا به اسم اکلیوس یا فکر کنم کرومول یا کلی از این شرکت‌ها هستن. اینا مالک یه عالمه ساختمون بزرگن که واحداشو اجاره میدن. شما تابلوهاشون رو تو سطح شهر میبینین جلوی اون ساختمونایی که اینا مالکشن. شما میتونید برید تو وبسایت اینا، تمام ساختموناشون و واحدهای خالیشون رو لیست کردن اونجا، با قیمت، با پلان ساختمون، با عکاسی خیلی خوب. میتونید برید ببینید اونجا واحد خوبی پیدا میکنید یا نه. اینم یه راهه که خیلی وقتا افراد یادشون میره امتحان کنن، ولی خب کیسای خوبی میشه توش پیدا کرد. و روش آخر که یه ذره پرزحمت‌تر از بقیه هست اما خیلی روش موثر و کارایی هست، اینه که خب وقتی دیگه رسیدین اینجا، شما میتونید اینطوری به صورت فیزیکی، یعنی با پای پیاده یا دوچرخه یا حالا با ماشین دوستتون اون اوایل راه بیفتین همینطور تو اون محله‌ای که میخواین، کوچه به کوچه، خیابون به خیابون اینطوری رصد کنین، اسکن کنین. هر خونه‌ای که واحد خالی واسه اجاره داشته باشه، حالا اینجا توی مونترال به فرانسه نوشتن الوه، یه تابلو فور رنت میذاره و اونجا جلوش هم مینویسه که مثلا یه خوابه داره، استودیو داره، دو خوابه داره، چی داره. شما قشنگ اونو میبینید، خیلی هم تابلوهای بزرگی میذاره، خیلی واضحه. شماره تلفن اون سرایدارش، اون کسی که مسئول اجاره دادن هم هستم نوشته. شما پس راه میافتین تو اون محله‌ای که میخواین، تمام این ساختمونا رو که نوشته برای اجاره فورنت یا الوه نوشته، همه رو آمارشون رو در میارین. پیشنهاد من اینه، تکنیک من قدیم این بود که شما میای با تلگرامت یه عکس از این تابلو برای اجاره میگیری، هم شماره‌اش هم تعداد واحدایی که داره همه رو یه عکس میگیری، توی تلگرامت برای خودت میفرستی، لوکیشنش هم همون پایین پین میکنی. بعد که شب اومدی خونه، یه لیست کامل از تمام ساختمونای اجاره‌ای با لوکیشن، با عکس نماشون و اون شماره تلفنشون توی تلگرام تو اکانت خودت داری. شروع میکنی فرداش در ساعت اداری به اینا زنگ زدن، قیمت رو میپرسی و از اونایی که حالا قیمتش خوب بود و خوشت اومد، یه به قول معروف یه قرار بازدید حضوری میذاری و میری و اینطوری خونه‌تو پیدا میکنی. این یکی از کاراترین روشاییه که حالا من دیدم بچه‌ها پیدا میکنن، چون خیلی از این خونه‌ها عملاً آگهی نمیشه توی این اپلیکیشن ها و وبسایت ها و اینا خب انقدر مشتری واسهشون زیاد هست که میگن آقا من همین تابلو رو بزنم دم در، مشتری منو پیدا میکنه. پس اگر اون آپشن آخر دیدید خونه پیدا نکردید، حتما این کار رو انجام بدید، احتمالاً از این روش جواب میگیرین. فقط این نکته رو آخرش بگم که اینجا خیلی مثل ایران مدل بنگاهی نیست. یعنی مثلا بگیم آقا من اینجا یه آژانس املاکی هست، میرم پیشش میگم خب ببخشید با این بودجه من مثلا خونه واسه اجاره چی دارین؟ اینجا این مدلی نیست. خود اون بنگاهی‌ها، اون به قول معروف ایجنت‌های مسکن، اونا خودشون میان و آگهی میذارن توی این سایت‌ها. بعد که شما مثلا با یکیشون تماس میگیرین، میبره بهتون خونه رو نشون میده. اگه خوشتون نیاد میگه ای راستی من مثلا 2 تا واحد دیگه تو 2 تا ساختمون دیگه هم دارم. اینجوری معمولا با آدم آشنا میشیم. اینطوری نیست بریم توی یه بنگاه مسکن بگیم آقا خونه چی داری. اینم حالا از جمله تفاوتاییه که توی این صنعت بازار اجاره‌ای اینا هستش. اینا رو گفتم که یه مقدار از اون استرستون واسه پروسه خونه یابی کم بشه. خودم هم اولش هیچی نمیدونستم، هیچ کس هم نبود به ما بگه اصلا یه گروهی وجود داره میتونین این کارا رو بکنین و خلاصه این روش‌ها رو هیچکی به ما نگفته بود. ولی امیدوارم که بتونید سریع و راحت خونه‌تون رو پیدا کنید و با خیال راحت لند کنید، بیاین زندگی جدیدتون رو شروع کنید. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا دیدین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.